یکی میخواد که حرفی بزنه منزلت کسی رو پایین میاره، گفت فلانی از زنم پستره. توی جلسه ای فلانی از زنم پستره، از زنم کمتره. کی گفته زن پسته؟ که تو اینطوری داری تشبیه میکنی فلان مرد از زن پستره. کی گفته زن پسته؟ تو داری میگی زن پسته. زنهایی بودن که به کمال رسیدن که هزارها مرد نفسشون نمیرسه، به ناخنشون نمیرسه. ام المؤمنین خدیجه، ام الاشراف بهش میگن، فاطمه زهرا رضی الله عنها، اینا به کمال رسیدن. پس این نیست که اگر مرد بی برکتی دیدی اونو تشبیه بکنید بگید از زن پستره. نه، مرد بی برکت درسته از زن بی برکت پستره، ولی مرد بی برکت و فاسق و فاجر و خلافکار و بی ایمان نمیتونیم بگیم از زنهای مؤمنه طاهره طیبه عالمه فاضله متقیه از اینا پستره. چون پستی و بلندی نه به زن و مردیه، نه به سیاه و سفیدیه، نه به پول و فقیری ثروت و فقر، نه به حاکم و محکوم بودن. پستی و بلندی میبینی در نزد خدا و نظر خدا و دین خدا و پیغمبر خدا و دین اسلام چیه؟ پستی و بلندی به تقوا و بی تقواییه. از شرم نتانستن دفاع بکنن، نتانستن تعبیر بکنن، ولی ظلم است که قانونی که خدا بر ما داده او را باید نافذ بکنیم. در ضمنش اعتراف میکنه با قصور خودمون، این اعتراف میکنه ما ظالمانه برخورد با زنان میکنیم، حقوقشان را نمیدیم، جنایت در حقش مرتکب میشیم. این چیزیش که دین نگفته این افغانان میکنن، این مسلمانان میکنن. دین نمیگوید، دین میگه که میراث برش بده، حقش است. عجیب است، پدری که خداوجی میگوید ری سفید عمرش در وقت رفتن هستن، بچه‌ایش میخوان بیا بچه‌ای که دمی عمر خود من همین حق شما را بدم، اینی زمین از احمد، ای از محمود، ای از فلانه، ای از کنه. این احمق پدر فکر نمیکنه که دختر ای هم حق دارد، خدا برش حق داده است، تو چی کار هستی که حقش نمیدی؟ پس این ظلم ما میکنیم. دین خود نگفته، دین خود تسلیم للذکر مثل حظ الانثیین، دین خود را تصریح کرده. پس وقتی که ما حقش میخورم ما باید جور شوم، نه ای که دین بدنام شود. دین میراث را حق ثابت برای زن معرفی میکنند. هر کسی که نمیدهد گناهکار است و خداوند متعال از این پدر در روز قیامت خودسازی. و جالبی است که تو را کی گفته که تقسیم شروع کن؟ وقتی که مردی تقسیم خدا تنظیم کرده است. اگر برادران نمیتا گناهکار، خب برادران میشه، تو چرا خدا گناهکار میکنی و این تقسیمات شروع کرده؟ ببینی این گناهی است که ما میکنیم، دین نمیگه. اسلام عزیز برای ما میگوید که دخترت باید علم بگیرد. اگر ما منش میکنه خب ما منش میکنه. اسلام خود نگفته که دختر را به علم تشویق نکن و نباید درس بخونه. این جنایت خب ما مرتکب میشم، این جنایت خب ما مسلمان میکنم، نه دین. اسلام میگه که زن حق مهر دارد و مهر وسیله توثیقی رابطه فامیلیش است. هرگاه پولش را پدر، کاکا، برادر در جیب خود میگذارد، آیا دین گفته ایرا؟ ایرا رواج ما تو گفته، ایرا رواج مضحکانه و ظالمانه افغانستان گفته. این پول گرفتن در حقیقت غلط است و این دوسی است، این بیغیرتی است. این کار نکنین، از خدا بترسین و پول زن را نباید بگیرین. تو را کی گفته که این کار بکن؟ دین خوی را نگفته است. بنابراین دین که نگفته ما میگه. آیا اسلام عزیز ای را گفته؟ اسلام خو میگه زنی که شوهرش وفات میکنه اختیارش با خودش است و فقهای ما میگوید که زن بیوه او به اشاره و به سکوت رضای ثابت نمی شود، او تصریح باید بکنه که من کسی را میگیرم نمیگیرم. هرگاه ما زن را به میراث میدیم در حقیقت جنایت است که ما انجامش میدیم. دین خوی را نگفته است، این خو رواجهای مبتذل ما گفته است. پس این رواج را از دین جدا بکنن.
زن بیوه حق دارد که با کسی که دوست داشته باشد عروسی بکنه. این چیزایی که ما او را معنی حیث میراث میتیم، این ظلم ما است، این کار ناروای ماست که ما میکنیم. اگر لط کرده می شود، زده می شود، گفته می شود، تحقیر می شود، این کارهای مسلمانای ما هستند، نه کارهای دینی ما. و حجاب را رعایت بکنیم، پرسان بکنیم که اولادای خود را خود ما هستیم بوت میخریم، ما هستیم لباس میخریم، حالی اید نزدیک از کل ما لباس میخریم. به پرسان بگیم کدام پدر دخترش را گفته اینجا بیا، تو حق داری که لباس بخری، ولی این لباس های گندر این لباس های مردار این لباس هایی که بدنت معلوم میشه از این دوری. این مسئولیت ما و شماست و من حیث یک مسلمان باید تلاش بکنیم و تلاش بکنیم که من حیث یک مسلمان از خانواده خود شروع بکنیم. زن ما اگر معلم است و طرف مکتب می رود، یک بار تا بالا سعی بکنم که چی را پوشیده است، چی رقم لباس پوشیده. دخترم اگر مکتب می رود، یک بار ببینیمش چی را پوشیده است، چطور لباس به تن دارد. اگر به وظیفهش میره، یک بار ببینین چی را پوشیده است، به چی آرایش می رود. اینان غیرت خود را باید به دست بیاریم. دوست کی است؟ دوست کسی که از نوامیسش عایدات را به دست میارد و ناموس خود را در معرض فروش قرار میده. و پیغمبر میگه با این مردم در راه هم نروید، در راه هم رایش نروید. ما تعجب میکنیم که چگونه مسلمان هستیم، چگونه با غیرت هستیم که دخترای ما لباس را میپوشد، هنگامی که در سرک ها تیر میشود کلگی به طرفش متوجه است. آیا تو پدر و تو برادر و تو مسلمان و دخترت خبر نشدی؟ او را ندیدی؟ با او متوجه نیستی؟ چه مشکل ما هست.